ساکنان ناحیه رشت جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با افتتاح انشاءات استحصالی، اجتماعی و خدمت‌رسانی تجلیل نمودند. در ناحیه رشت کارخانه نوی کارکردی سنگ و استحصال مصالح ساختمانی به فعالیت آغاز نمود. کارخانه با مقصد تامین طلبات اهالی ناحیه با این نمودی محصولات در دایره سالهای رشد صنعت ساخته شده است. در انشاءات صنعتی 10 نفر با جای کار دائمی تامین شدند. این نتیجه دستگیری‌های حکومت مملکت نسبت به فعالیت نمایندگان بخش خصوصی میباشد و صاحبکاران نقشه دارند با تحکیم بخشیدن فعالیت افزایش استحصال قوم‌الشغل را تامین کنند. در دهه چهارباغ ناحیه رشت بنای نوی مکتب افتتاح گردید. مؤسسه تحصیلات ابتدایی رقم 82 از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت و ساکنان محلی در اساس لایحه ساخته شده است. مورد استفاده قرار گرفتن بنای مکتب در روز تجلیل از 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورد که خوانندگان برای تحصیل از شرایط زمانوی بهره ور شوند. من بعد همگان میتوانند در دهه قدره در شرایط ضروری به مطالعه کتاب مشغول شوند. انشاءات فرهنگی در دایره عملی‌گردانی نقشه چهاربینی‌های جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. شرایط معاصر هوسمندی نورسان و جوانان را برای مطالعه ادبیات درسی، بدیعی، ساحوی و علمی بیشتر می‌گرداند. آینده فوند کتابخانه دهه قدره جماعت قلعه سرخ از حساب ادبیات تازه نشر بازگردانیده می‌شود. بنگاه سلامتی دهه غرمی بالا در اساس لایحه معاصر ساخته شده دارای 3 حجره و انشاءات یاری رسان می باشد. برای کارمندان مطابق به طلبات ساحه تندرستی شرایط برای فعالیت فراهم آورده شده است. امروز توسط بنیاد انشاءات زمانوی ساحه هدف گذاشته شده است که به اهالی هرچی بیشتر سطح خدمت‌رسانی بلند برداشته شود و سالمی مردم تامین گردد. در دهه بدک جماعت نودی پناهگاه گشوده شد. انشاءات زمانوی با جلب سرمایه خارجی ساخته شده در حالتهای احتمالی فوق‌العاده برای استقامت موقتی شهروندان پیش بینی شده است. امروز در ناحیه رشت مقصد گذاشته شده است که توسط جلب سرمایه امکانیت برای زندگی با سعادت ساکنان باز هم بهتر گردانیده شود. در ناحیه رشت همچنین مرکز فرهنگی فراغتی جوانان گشوده شد. انشاءات از 2 آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم برای برگزاری مسابقه‌های ورزشی ذهنی شرایط فراهم آورده شده است. آشیانه دوم از 8 حجره عبارت بوده. برای استقامت دانشجویان پیش بینی شده است. بنیاد انشاءات نو اگر از یک جانب شرایط را برای به ورزش مشغول شدن و استقامت جوانان بهگردانیده باشد، از جانب دیگر چند نفر از ساکنان محلی صاحب جای کار شدند. در دهه 31 ناحیه رشت میدانچه ورزشی برای برگزاری مسابقه فوتبال خرد و والیبال به استفاده داده شد. با نوبت تا 500 نفر جوانان و نورسان میتوانند به مسابقه های ورزشی مشغول شوند. همزمان در این جای من بعد برای گذراندن مسابقه های فوتبال خرد و والیبال بین ساکنان دهه های ناحیه شرایط فراهم شد. در روز تجلیل از جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از بالای دریای سنگیکر پل نوی ماشینگذار به استفاده داده شد. انشاءات ساحه دهات تگوبا و آبی مهنت را با شهرک نوآباد پیوست میکند. پل ماشینگذار از تاثیر آفت‌های طبیعی کارناشایان گشته بود. سهمگذاری ساکنان محلی و صاحبکاران در کارهای آبادانی امکان فراهم آورد که زیاده از 12,000 نفر اهالی از شرایط معاصر خدمت‌رسانی بهره ور شوند. در شهرک نوآباد اسفالت پوشکنی راههای بین دهات ادامه دارد. با بنیاد پل‌های ماشینگذار و نوسازی راهها تدریجاً برای مردم در سمت خدمت‌رسانی راه و نقلیات شرایط معاصر فراهم آورده می شود. همزمان آمفی‌تئاتر ناحیه بعد نوسازی کردن به استفاده داده شد. من بعد دوستداران شناوری می توانند در شرایط خوب به این نمودی ورزش مشغول شوند. نوسازی این دو انشاءات در باغ فرهنگی فراغتی ناحیه شرایط خدمت‌رسانی را بهتر و امکانیت را برای گذراندن چهاربینی‌های گوناگون به طلبات زمان مطابق گردانید. در مجموع در روز تجلیل از جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت 37 انشاءات گوناگون به استفاده داده شد. این امکان فراهم آورد که خدمت‌رسانی‌ها در ساحه‌های نقلیات، اجتماعیات، فرهنگی، کشاورزی، ورزشی و دیگر بخش‌ها بهتر گردیده 10 نفر با جای کار تامین شوند. این نتیجه تطبیق نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد که در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت از جانب صاحبکاران در هماهنگی با جلب سرمایه داخلی و خارجی و سهمگذاری ساکنان محلی تامین کرده می شود. کشاورزان ناحیه رشت دستاوردهای خود را در سمت کارتوشکا پروری، باغداری، چارواداری و دیگر سمت‌ها معرفی نمودند. استفاده امکانیت‌های طبیعی این ناحیه کوهستانی مملکت برای تامین رشد دوچندی ساحه کشاورزی مساعدت نموده است و این شب روز کشاورزان تلاش دارند تا توسط جاری نمودن اصول‌های نوی کشت و پرورش زراعت ثمره‌ناکی زمینداری را بلند بردارند.
ҳамзамон 15 техникаи нав ки бо ҷалби сармоя барои таъмини рушди соҳаи кишоварзӣ пешбинӣ гардидааст муаррифӣ карда шуд. зимни чорабинии сатҳи баланд намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт истиқлолиятро беҳтарин дастовард барои миллати соҳибхиради тоҷик ҷиҳати расидан ба худшиносии миллӣ ва таъмини пешрафти бахшҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат арзёбӣ карданд. дар ҳамин рӯз аз номи президенти ҷумҳурии тоҷикистон намояндаи ҳукумати мамлакат ба нафароне ки барои рушди бахшҳои гуногун саҳми муносиб гузоштанд мукофотҳои давлатӣ супориданд. ҳамин тариқ 3 нафар бо медали хизмати шоиста сарфароз гардонида шуд. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт низ ба кормандони касбу кори гуногун ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. барномаи мукаммали фарҳангӣ ки таронумгари истиқлолу ваҳдати миллӣ эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ буд аз ҷониби бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд.